دین اساس است. این دنیا بازی است. این دنیا با یک میجه زدن میگذرد. فردا یکی از نامهای روز قیامت یوم الحسره و انذرهم یوم الحسره. الله تعالی گفت که مردم را ای محمد صلی الله علیه و سلم، ای پیغمبر، ای وارثان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مردم را از روی حسرت ترسانید. روز حسرت یعنی روز پشیمانی. گفت یکی نامهای قیامت خیلی زیاد است. یکی از نامهای روز قیامت روز حسرت است، روز پشیمانی. حتی آدمهای نیک هم پشیمان میشدند. کاش که در دنیا عملهای صالح را زیاد میکردیم. گفته بنابراین برادرای عزیز کوشش کنید. این پول و مال دنیا، اهمیت دادن به دنیا، این چیزا درجه چندمین است. اولین درجه دین است. ما در یک شبانه روز 24 ساعت به آموختن دین محتاج هستیم. در یک شبانه روز 2 مراتبه یا 3 مراتبه طعام میخوریم. لیکن ببینید ما انسان ها از 2 عنصر آفریده شدیم، روح و جان، روح و جسم. یعنی جان و جسم. جان که برآمد انسان دیگه قدر و قیمت ندارد. با یک لباس سفید یا لباس تنک برده در قبر میماند. جان که برآمد و پیش از در آمدن جان هم انسان قدر و قیمتش بالا نیست. تنی آدمیت شریف است به جان آدمیت. همین تنی آدمیزاد همین قدر آبروی دارد به حرمت جانش. لیکن اکثریت مردم، زیاده از 90% اضافه مردم فقط برای آبادانی جسم خود کوشش میکنند. مثلا 10 ساعت 12 ساعت مهنت میکند برای پول یافته، سر و لباس پوشیدن و خوردن و زندگی کردن. یعنی 10 ساعت 12 ساعت برای آبادانی جسم وقت صرف میکند. برای آبادانی روح 1 ساعت هم وقت صرف نمیکنم. 1 ساعت وقت صرف کرده آدم خوب حساب میشه در این زمانه. یعنی 1 ساعت اقلا سخن الله شنود، سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنود. بهترین عمل علم آموزی هست برادر. حتی دهقان باشد بگذار تاجر باشد، بگذار یک کارگر عادی باشد، 1 ساعت 2 ساعت از 24 ساعتی شبانه روزیتان برای علم وقت جدا کنید. چون که اهل دوزخ روز قیامت میگن که لو كنا نسمع و نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. ما اگر در دنیا میشنیدیم و میفهمیدیم امروز ما دوزخی نمیشدیم. بنابراین برای فرزنداتون هم فقط خوردن و نوشیدن و پوشانیدن و خانه‌دار کردن نه وظیفه شما. امام بخاری میگه که باب تعلیم الرجل اهله و امته، باب درباره اینکه مرد باید اهل خانواده خود را تعلیم دهد. تعلیم الرجل امته و اهله. حتی اگر زمان غلامداری بود غلامهاش هم باید تربیه کند، شریعت آموزد. هر یک پدر، هر یک مادر وظیفه دار است که برای فرزندانش تربیه دهد. این خوراندن و پوشیدن، اگر شما والله اگر وفات کنید فرزنداتون یتیم میماند، اونا الله تعالی برای دیگرها خدمت یتیم واجب کرده است. لباس میپوشند، زندگی میکنند، حساباشون میآورند. لیکن اساس تربیه. بنابراین اکثری وقت را برای تربیه فرزندان جدا کنید برادر عزیز. این برنامه‌های ما هم انشالله به قدر امکان برای تعلیمات مردم است که همش توصیه هست چگونه باید یعنی طبق شریعت زندگی کنیم. انشالله یه برنامه میکنیم در نام آن برنامه عملی شبانه روزی هست. عملی شبانه روزی یعنی سحر وقتی که چشم خود را گشادید، یکمین عمل باید چیکار کنید، دومین عمل باید چیکار کنید، سومین عمل باید چیکار کنید. به ترتیب اسلوب حیات سالم، حتی انشالله درباره خوردن طعامهای سالم و حیات گذرانیدن با چی کارها مشغول شویم، غیر از مهنت، غیر از کار، با چی کارها را انجام دهیم تا اینکه حیات ما حیات بهترین باشد. برای این انشالله طبق قرآن و سنت برنامه های میکنیم. عملی شبانه روزی را برای شما انشالله بیان میکنیم.